تحریم‌های یکجانبه و نامشروع خود نوعی تروریسم اقتصادی و ناقض حق توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه آغاز کرده، نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیانباری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی اخلال کرده است. ارتجاع بزرگتر آنکه دولت آمریکا پنهان نمی کند که در پی براندازی همون دولتی است که خواستار گفتگو با آن است. حضور مشاورین نظامی ما در سوریه به درخواست دولت سوریه انجام شده و منطبق بر حقوق بین الملل و برای مبارزه با تروریسم است.